اگر واقعا میخواهی شخصی موفق باشی، این 8 خصلت را در خود نگه دار. یکم، اهل عمل باش. فقط نقشه نکش، عمل کن. قدم بگذار و به قدمت صادق بمان. دوم، خاموشانه زندگی کن. برای هر کامیابی یا شکستی خرد آوازه نساز. آن که واقعا بزرگ است آرام است. سیوم، همیشه بیاموز. زندگی جریان است از آموزش. هر روز یک چیزی نو یاد بگیر. چهارم، خودت را با دیگران مقایسه نکن. نه با کسی که از تو پیشتر است، نه با آن که عقب‌تر است. هر کس راهی خود را دارد. پنجم، شک پذیر باش. برنامه داشته باش، ولی غلام برنامه نباش. زندگی تغییر پذیر است. ششم، همیشه خوشبین باش. حتی در میان تیرگی نوری امید را ببین. خوشبینی قوه جنبش است. هفتم، با آنهای باش که راه تو را روانتر میکنند. آدمان و امکانات را جستجو کن که به سوی آرزوهایت میبرند. و هشتم، گوشت را جانب دروازه گردان. به آنهایی که زیر گوشت نومیدی میخوانند اجازت تاثیر رساندن نده. بگذار سخنانشان درآیند و از طرف دیگر برآیند. با خیرت بمانید تا بهترین ها را بشنوید.